کتاب اول. فصل 8. آزمون ویرانگر جنگ فراگیر، جنگ جهانی دوم. از جمله توصیفاتی که بیشتر مردم روزگار جنگ جهانی اول از آن داشتند، 2 توصیف جنگ بزرگ و جنگی برای پایان دادن به همه جنگ ها، و این مطمئناً متناسب با روزگار آنها. اما دیری نگذشت که با ظهور جنگ جهانی دوم که جنگ جهانی اول در برابر آن چیزی نبود، این توصیف ها معنی و اثرشان را از دست دادند. جنگ جهانی دوم که از سال 1939 تا سال 1945 طول کشید، نوعی آزمون ویرانگر جنگی فراگیر بود که در آن یک جبهه تسلط کامل بر دنیا را می جست و جبهه دیگر برای توقف آن می جنگید. مهاجمان آلمان، ژاپن و ایتالیا بودند که به آنها متحدین می گفتند. جناح مخالف هم بریتانیا، فرانسه، اتحاد جماهیر شوروی، ایالات متحده و دیگر کشورها بودند که جمعاً به آنها متفقین می گفتند. سراسر دنیا درگیر جنگ بود، اما 2 منطقه اصلی یا محل جنگ اروپا و منطقه اقیانوس آرام بودند. وسعت این جنگ را در این 2 گروه حیرت آور می شد دید. حدود 70 میلیون سرباز، ملوان و رزمنده دیگر در این جنگ شرکت داشتند و حداقل 45 میلیون نفر جانشان را از دست دادند. عجیب نیست که سلاح‌ها، استراتژی‌ها، تاکتیک‌ها، مسائل تدارکاتی و دیگر جنبه‌های نظامی جنگ نتیجه قرن‌ها پیشرفت و اصلاحات را نشان می‌دادند. رزمندگان از تمام وسایل و روش‌هایی که در اختیارشان بود استفاده کردند و سپس چیزهای جدیدی اختراع کردند که از آنها هم ویرانگرتر بودند. گذشته از این جنگ‌ها و رویدادهای دیگر، خود این وسایل و روش‌ها هم چنان زیاد و پیچیده بودند که نمی‌توان حتی توصیفی خلاصه از آنها ارائه کرد. با این حال، تصویر کلی تعدادی از سلاح‌های مهم، تاکتیک‌ها و دیگر عناصر جنگی اهمیت خطیر آن را در تحول طولانی جنگ نشان می‌دهد. محصولات و تدارکات صنعتی. اولین تصویر کلی جنگ متوجه محصولات و امور تدارکاتی است. واضح است که هیچ کدام از 2 طرف جنگ نمی‌توانست به پیروزی در یک نبرد واقعی جهانی که میلیون‌ها سرباز درگیر آن بودند امید داشته باشد، مگر آنکه می‌توانست مقدار زیادی غذا، لباس، سلاح، مهمات، کامیون، سوخت و دیگر تدارکات جنگی حیاتی را عرضه و توزیع کند. جورج و مریدیت فریدمن پژوهشگر می‌نویسند: تا قرن 20 در واقع کار امور تدارکات وارونه شده بود، بدین معنی که ارتشا در میدان جنگ کاملا وابسته به تدارکات و خطوط تدارکاتی شده بودند. آنها چنین ادامه می‌دهند: یک سرباز یونانی وقتی در حال حرکت بود می‌توانست با علف تنها هم زنده بماند. در جنگ فرانسه و پروس در سال 1870 میلادی یک لشکر روزانه حدود 50 تن آذوقه مصرف می‌کرد. در سال 1916 این مقدار به 150 تن افزایش یافت و تا اوایل جنگ جهانی دوم در عملیاتی در شمال آفریقا مصرف روزانه حدود 300 تن شد و این در حالی بود که طراحان جنگی متفقین انتظار داشتند که برای هر لشکر در فرانسه مصرف روزانه به 650 تن برسد. در این خصوص متفقین از مخالفانشان یعنی متحدین پیشی گرفتند. آلمانی‌ها به رهبری آدولف هیتلر و حکومت نازی او جنگ را با مواضع نظامی قدرتمندی آغاز کردند. با این حال به امید استفاده از تدارکات دشمنان شکست خوردهشان در ایجاد نوعی اقتصاد جنگی قوی ناکام ماندند. در نتیجه بعد از مدتی بریتانیا و اتحاد جماهیر شوروی 2 برابر آلمان تانک و سلاح و هواپیما ساختند. ژاپنی‌ها هم برای وارد شدن در جنگ‌های طولانی بنیه صنعتی چندان قوی نداشتند.
مجمع الجزایر ژاپن منابع طبیعی کمی داشت و تقریباً تمام مواد اولیه صنایع ژاپن باید از خارج وارد میشد. بعضی از رهبران ژاپنی به اهمیت این مشکل پی بردند. ایسوروکو یاماموتو که فرمانده نیروی دریایی ژاپن بود، در آغاز جنگ به مقامات بالاتر هشدار داد که هر کس کارخانه‌های خودروسازی و میدانهای نفتی تگزاس را دیده باشد، می‌داند که ژاپن فاقد منابع لازم برای وارد شدن به جنگی طولانی است. من جنگیدن سخت را برای 6 ماه تضمین می‌کنم. اما در صورت ادامه جنگ تا 1-2 سال درست نمی‌دانم که چه رخ خواهد داد. به هشدار یاماموتو درباره کشاورزی عظیم و قدرت صنعتی ایالات متحده آمریکا توجه نشد. اما سخنانش پیشگویانه بود. بعد از اینکه ژاپنی‌ها در دسامبر 1941 نیروی دریایی آمریکا را در پرل هاربر هاوایی بمباران و ناوگان نیروی دریایی US پاسیفیک را فلج کردند، ایالات متحده به حرکت درآمد. فقط 1 سال بعد تولیدات جنگی آمریکا با کل محصولات صنعتی ژاپن، آلمان و ایتالیا برابری می‌کرد و در 3 سال بعد کارگران آمریکایی حدود 87,000 دستگاه تانک، 296,000 فروند هواپیما، 2,400,000 دستگاه کامیون، 17 میلیون قبض تفنگ و هزاران فروند کشتی جنگی ساختند. در همان زمان کشاورزان آمریکایی صدها میلیون تن مواد غذایی تولید کردند. لوئیس اسنایدر گفته است: این محور یعنی متحدین به معنی واقعی کلمه زیر دریایی از محصولات جنگی آمریکایی فرو رفت. سلاح‌های متعارف. هواپیماها، تانک‌ها و تفنگ‌هایی که آمریکاییان و دیگران تولید انبوه می‌کردند، به همراه مسلسل‌ها، رزمناوها و زیردریایی‌ها سلاح‌های متعارفی بودند که در جنگ به کار می‌رفتند. تمام این دسته از سلاح‌ها در جنگ جهانی اول هم استفاده می‌شدند. با این حال انواع مختلف سلاح‌هایی که در 1 سال اول جنگ جهانی دوم به کار رفتند پیشرفته‌تر بودند. به خصوص کامیون‌ها، تانک‌ها و هواپیماها با دوامتر و سریعتر بودند و کسانی که با آنها کار می‌کردند مجهز به تجهیزات رادیویی بودند که به آنها اجازه می‌داد دستورهایی دریافت کنند و آنها را با دقت و سریع انجام دهند. علاوه بر آن، هر سال که می‌گذشت، جنگ شاهد پیشرفت‌های مهمتری در بسیاری از سیستم‌های سلاح‌ها بود. برای آتش جنگ، یعنی مبادله آتش توسط پیاده نظام، تیربار و توپ هنوز هم اصلی ترین سلاح‌های کشنده بودند. از زمان جنگ جهانی اول تیربار سبکتر شده بود و در هر دقیقه تیر بیشتری شلیک می‌کرد. در بریتانیا از یک مدل مطمئن ساخت چکسلواکی با عنوان برن استفاده می‌شد، در حالی که آلمانی‌ها از 2 مدل MG42 و MG43 استفاده می‌کردند. تیربار MG42 با سرعت حیرت آور 1200 تیر در دقیقه شلیک می‌کرد. سربازان پیاده آمریکایی تفنگ‌های سبکتری حمل می‌کردند، اما از نوع بسیار خوش دست‌تر از جمله M3 که به آن تفنگ گریز می‌گفتند و M1A1 که تفنگ تامی نام داشت. آمریکایی‌ها، بریتانیایی‌ها، آلمانی‌ها و دیگران انبوهی از سلاح‌های پرتابی هم ساختند که بعضی از آنها را برای شلیک به هواپیماها و بقیه را برای نابودی تانک‌هایی طراحی کرده بودند که اکنون خیلی مجهزتر از جنگ جهانی اول شده بودند. مؤثرترین توپ چند کاره که در این جنگ هم ضد تانک و هم انسان و شهر و هواپیما به کار رفت، توپ آلمانی 88 بود. این توپ در هر دقیقه 15 تا 20 گلوله را تا حدود 13 کیلومتر و با دقتی چشمگیر آتش می‌کرد. سلاح کوچکتر ضد تانکی که در جنگ جهانی دوم پیشرفت کرد، نوعی راکت پرتابی قابل حمل بود. نوع آمریکایی آن M1 یا بازوکا در سال 1943 به کار رفت. تیرانداز این سلاح دراز و لوله مانند را روی شانه‌اش می‌گذاشت و با کمک 1 نفر دیگر هدف می‌گرفت و شلیک می‌کرد.
تیرانداز بازوکا معمولاً سعی می‌کرد دو پهلوی تانک را که زرهی نازک‌تر داشت هدف قرار دهد. نقش هواپیماها. سلاحی که در جنگ جهانی دوم واقعاً خود را نشان داد هواپیما بود. اولین نشانه‌های مهمی که ثابت می‌کرد هواپیماها خیلی خطرناکتر از گذشته شده اند، حمله ویرانگرانه ژاپنی‌ها به پرل هاربر بود که تقریباً فقط توسط هواپیماهای جنگی انجام شد. 2 روز بعد در 9 دسامبر 1941 میلادی هواپیماهای ژاپنی 2 رزمناو بریتانیایی به نام‌های پرنس ولز و ریپالس را در نزدیکی سنگاپور غرق کردند. به خصوص باید از حادثه دوم یاد کرد، زیرا برخلاف کشتی‌های آمریکایی که در لنگرگاه قرار داشتند، کشتی‌های انگلیسی در دریا بودند و در موقعیت کامل جنگی به سر می‌بردند. پیشرفت در سرعت و قدرت آتش هواپیماها آمریکایی‌ها را متقاعد ساخت که استراتژی دریایی سنتی که پیرامون رزمناوها ساخته بودند دیگر قدیمی شده است. این کشتی‌های عظیم اکنون هدفی آسان برای بمب‌افکن‌های مهاجم بودند. به علاوه رزمناوها نمی‌توانستند هواپیما حمل کنند. بنابراین آمریکایی‌ها نقش استراتژیکی ناوهای هواپیمابر را افزایش دادند و در ژوئن 1942 با قبول خطر توانستند در یک دوئل بزرگ توسط همین ناوهای هواپیمابر و هواپیماهایشان در میدوی نزدیک هاوایی ژاپنی‌ها را قاطعانه شکست دهند. از آن به بعد بیشتر استراتژی دریایی روی این ناوهای هواپیمابر متمرکز شد. ناوهای هواپیمابر ژاپنی که در عملیات پرل هاربر و میدوی شرکت داشتند، هواپیمای جنگی کارآمدی به نام زیرو را در نزدیکی منطقه اقیانوس آرام به پرواز درآوردند. این هواپیما قادر بود به سرعتی حدود 500 کیلومتر در ساعت برسد و در سال 1940 که برای اولین بار پرواز کرد، سریعترین هواپیمای جنگی در دنیا بود و قدرت آتش آن هم بیشتر از هواپیماهای آمریکایی بود که در سالهای قبل به کار رفته بودند. در همان زمان در اروپا هواپیمای جنگی آلمانی BF-109 ابتدا با هواپیمای زیرو برابری می‌کرد، اما بعداً با پیشرفت‌های بیشتر از آن پیشی گرفت. سرانجام آمریکایی‌ها چه در تعداد هواپیماها و چه در قدرت آتش آنها هم از آلمانی‌ها و هم از ژاپنی‌ها پیشی گرفتند. در سپتامبر 1943 جنگنده آمریکایی F-6F هلکت پدیدار شد. این هواپیما بسیار سریعتر و مانورپذیرتر از زیرو بود و می توانست 6 قبض تیربار حمل کند. هلکت بسیار کارآمد بود و از این رو تا سال 1945 بیش از 12,000 فروند آن ساخته شد. آمریکایی‌ها به جای طراحی بمب‌افکن‌های بزرگتر، هواپیماهای پیشرفته تری ساختند که یکی از آنها به نام B-17 فلاینگ فورترس حدود 8 تن بمب و دیگری به نام B-29 سوپر فورترس حدود 10 تن بمب حمل می‌کرد. در سالهای انتهایی جنگ، اسکادران‌هایی از این بمب‌افکن‌ها شهرهای آلمان و ژاپن را به تل خاک بدل کردند. تاکتیک ها، قدیمی، جدید و خطرناک. به طور کلی استراتژی ها و تاکتیک های به کار رفته در جنگ جهانی دوم متنوع و پیچیده بودند. همزمان و در بیشتر جبهه ها شیوه های ناپلئونی برای حمله به دشمن در سطحی گسترده استفاده می شد که گاهی کل قاره ها یا دریاها را در بر می گرفت. مثلا در مدت چند روز از دسامبر 1941 میلادی ژاپنی‌ها نه تنها به ناوگان آمریکا در پرل هاربر بلکه به گوآم و ویک از جزایر اقیانوس آرام و پایگاه‌های بریتانیا در سرتاسر جنوب شرقی آسیا هم حمله کردند. همین روش برای تسخیر یک کشور هم استفاده می‌شد.
برای مثال در ژوئن 1940 میلادی هیتلر به 4 ارتش آلمان دستور داد همزمان ولی جداگانه به نقاط مختلف شمال و شمال شرقی فرانسه نفوذ کنند و بلافاصله پس از آن متفق ایتالیایی او نیز از جنوب به فرانسه حمله کرد. در تمام چنین حملاتی چندین و شاید صدها نبرد و درگیری اتفاق افتاد. ارتش‌هایی که چنین حملاتی را انجام می‌دادند به یمن پیشرفت در ساخت هواپیما، تانک، کامیون و همچنین وسایل رادیویی دو ویژگی مهم سرعت و تحرک را داشتند. بنابراین درگیری هر از گاه در جنگ سنگری که مشخصه جنگ جهانی اول بود متوقف می‌شد. در عوض در جنگ جهانی دوم فرماندهان اغلب حرکات مداوم، حمله بی امان به قلمرو دشمن و هر اقدام غیر مترقبه ممکن را انتخاب می‌کردند. آلمانی‌ها به خصوص در سالهای اولیه جنگ این شیوه را تا حد افراط پیش گرفتند. آنان این شیوه را حمله برق‌آسا یا بلیتز کریگ می گفتند که برای مشوش و مایوس کردن جبهه مقابل طراحی شده بود. کریستیان آرچر شرح می دهد در یک حمله برق‌آسای معمولی 100 تانک که هزاران سرباز پیاده به دنبالشان می رفتند به خط مقدم جبهه به پهنای 1.5 کیلومتر و ترجیحاً غیر مترقبه حمله می کردند. تیربارها، توپها و بمب افکنها مدافعان را گیر می انداختند و زمانی حمله کنندگان آشکار می شدند که بالای سر دشمن بودند و مدافعان را زیر قدمهایشان از پای در می آوردند و به سربازانی که از ترس می گریختند از پشت شلیک می کردند. تانک ها و پیاده نظام موتور سوار از پشت دشمن تا صدها کیلومتر در روز می راندند و آنان را مانند سبزیجات خرد می کردند. اگرچه در ابتدا این حملات برق‌آسای آلمانی ها خیلی مؤثر بود، اما سرانجام با افزایش برتری تجهیزات، تعداد و هماهنگی های استراتژیکی متفقین اثر این حملات کمتر شد. آلمانی ها و نیز ژاپنی ها همچنین به تاکتیک قدیمی تری متوسل شدند که هزاران سال در جنگ ها به کار می رفت و آن قتل عام بود. با این تفاوت که جنگ جهانی دوم چنان شیوه‌ای را شاهد شد که قبلا هرگز در این اندازه دیده نشده بود. آنچه قبلا تنها نوعی تاکتیک رعب و وحشت بود، اکنون به کشتاری تمام عیار و تلاشی برای نابودی کل نژادها و مردمان تبدیل شده بود. در عملیات هولوکاست که کشتار برنامه‌ریزی شده‌ای بود و برای همه شناخته شده و مستند است، بیش از 6 میلیون یهودی به دست نازی‌ها کشته شدند. اما این بیرحمی فقط گوشه کوچکی از آن چیزی بود که زبان زده همگان شد. نازی‌ها همچنین 5 میلیون کولی، 2 میلیون لهستانی و بیش از 3 میلیون اسیر جنگی شوروی و میلیون‌ها نفر از غیر نظامیان روسی را در کمال قساوت به قتل رساندند. در همین هنگام در منطقه اقیانوس آرام، ژاپنی‌ها هم میلیون‌ها نفر از مردم چین و دیگر مردمان آسیایی را نابود کردند. ژاپنی‌ها همچنین نسبت به غربی‌ها و حتی متحدین آلمانیشان تاکتیکی توأم با تعصب و غیر منطقی به کار بردند. این نوعی خودکشی بود که دو کار برای انجام دادن داشتند. یا باید شرافتمندانه تسلیم شدند یا صدمات بسیار زیادی به دشمن وارد می‌کردند. سربازان ژاپنی با این باور که مردن در جنگ بهشت را برایشان تضمین می کند، مستقیما به مقابله تیربارها می رفتند و مدافعان را وادار می کردند آنها را بکشند. گاهی اوقات غیر نظامیان هم همین روش را انتخاب می کردند. برای مثال در ژوئن 1944 میلادی در سایپان از مناطق اقیانوس آرام سربازان آمریکایی با وحشت ناظر بودند که صدها ژاپنی غیر نظامی از بالای پرتگاه‌ها می‌پریدند یا گلوی همدیگر را می‌بریدند و یا با نارنجک‌های دستی خود را منفجر می‌کردند. دیری نگذشت که افسران مستأصل ژاپنی این خودکشی‌ها را به سلاحی خطرناک تبدیل کردند.
آنان واحدهای مخصوصی از خلبانان را که با عنوان کامیکازه به معنی باد آسمانی شناخته می شدند تشکیل دادند که با برنامه ریزی هواپیماهای پر از مواد منفجره خود را به کشتیهای آمریکایی می کوبیدند. در مجموع این کامیکازه ها 74 فروند ناو را غرق کردند و به 288 فروند دیگر صدمه وارد آوردند. سلاح‌های سری و رمزها. در جنگ جهانی دوم علاوه بر تاکتیک های غیر متعارف، سلاح‌ها و وسایل غیر متعارف بسیاری هم به کار می‌رفت که اغلب به منظور غافلگیر کردن دشمن یا حفظ برتری بر آنها در پشت پرده پیشرفت می‌کردند. برای مثال، بریتانیا در سال 1939 میلادی رادار را تولید کرد تا با نزدیک شدن هواپیماهای جنگی آلمان اعلام خطر کند. رادار با فرستادن امواج و برخورد آنها با اهداف و ردیابی کردن امواج برگشتی به گیرنده ها کار می‌کرد و این کار موقعیت و فاصله هدف را مشخص می‌ساخت. آلمان ها هم راداری ساختند که البته نسبت به رادار بریتانیایی و آمریکایی ها از دقت کمتری برخوردار بود. اغلب کشورهای درگیر جنگ، هم متحدین و هم متفقین، تحقیقاتی در مورد سلاح‌های میکروبی، استفاده از میکروب‌های بیماریزا برای کشتن مردم انجام دادند. بیشتر برنامه‌های فعال سری متعلق به ژاپنی‌ها بود که رمز آن یونیت یا واحد 731 بود. تا سال 1939 ژاپنی‌ها سلاح میکروبی ساختند که برای آن بیش از 3000 دانشمند و تکنیسیان زحمت کشیده بودند. آنها میکروب تیفوس، وبا، طاعون، آبله و بسیاری از بیماری‌های دیگر را کشت دادند و آنها را روی زندانیان چینی، آمریکایی و بریتانیایی امتحان کردند که بسیاری از آنها به طرز وحشتناکی مردند. همچنین ژاپنی‌ها کک آغشته به ویروس طاعون را در دهکده‌های چینی انداختند. در این هنگام ارتش‌های جبهه مخالف از واحدهایی که در رمزسازی و رمزگشایی مهارت داشتند و به آنها متخصصان رمزگشا می‌گفتند حمایت کردند. تا آوریل 1942 آنان توانستند حدود 15% از پیام‌های رهگیری شده ژاپنی‌ها را بخوانند و فقط یک ماه بعد به رقم باور نکردنی 85% رسیدند. در 20 ماه مه ژاپنی‌ها ناخواسته تاریخ و ساعت حمله به هاوایی را لو دادند که همین کار عامل اساسی پیروزی آمریکاییان در میدوی شد. ویرانگرترین سلاحی که تا آن زمان طراحی شده بود. بزرگترین سلاح سری جنگی از هر لحاظ بمب اتمی بود. در واقع تلاش برای ساخت آن، یعنی پروژه منهتن، بسیار سری بود. چندان که حتی معاون رئیس جمهور هم تا زمانی که در آوریل 1945 به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد کرد، در مورد آن چیزی نمی‌دانست. تعدادی از دانشمندان گرد هم آمدند تا چگونگی شکافت اتم‌های اورانیوم و دیگر عناصر رادیواکتیو را که می‌توانستند مقدار متنابهی انرژی آزاد کنند دریابند و این انرژی می‌توانست اساس سلاحی با قدرت ویرانگری فوق‌العاده شود. ابتدا دولت‌های آمریکا و بریتانیا نگران بودند که مبادا آلمان چنین سلاحی را تولید کند و به همین سبب عملیات منهتن را در سال 1940 اجرا کردند. بعد از سالها تلاش سخت، رهبران این پروژه آن را در 16 ژوئیه 1945 در صحرایی نزدیک آلاموگوردو در نیومکزیکو آزمایش کردند. فرمانده توماس فارل که از داخل یک پناهگاه زیرزمینی از راه دور آن را مشاهده می‌کرد، بعداً این گونه تعریف می‌کرد: حالتهایی را که خوب به خاطر می‌آورم خیره کننده، زیبا، حیرت آور و هراس‌انگیز بود. تمام منطقه روشن شده بود، با حرارتی چندین برابر حرارت خورشید نیمروزی. 3 ثانیه بعد از انفجار اول هوا طوفانی شد. تقریباً بلافاصله صدای بلند بسیار قوی و مستمر و وحشتناکی به گوش رسید. گویی قیامت شده بود. 3 هفته بعد
این سلاح کاملا ویرانگر را روی هدف واقعی پرتاب کردند. هواپیمای B-29 که انولا گی نامگذاری شد، این بمب را حمل می‌کرد و در ساعت 8:15 روز 6 اوت 1945 به شهر هیروشیمای ژاپن رسید. بمب را رها کرد و چند ثانیه بعد انفجاری به ارتفاع 600 متر اتفاق افتاد. این انفجار وحشتناک 2/3 این شهر 9600 کیلومتر مربعی را ویران کرد و حدود 70,000 نفر را همان دم کشت. 2 روز بعد هواپیمای آمریکایی دیگری دومین بمب اتمی را روی ژاپن انداخت. این بار شهر ناگازاکی از بین رفت. دیری نگذشت که ژاپن برای رهایی از نابودی کامل تسلیم شد و جنگ را خاتمه داد. در آن زمانه گرفتار سرخوشی پیروزی یا ناامیدی از شکست، مردمانی چند آگاه بودند که از آن پس کل جهان را چنین چشم‌اندازی هولناک در انتظار است. ضمائم فصل 8. پیروزی آمریکا در میدوی. نبرد میدوی نخستین نقطه عطف مهم در نمایش جنگ جهانی دوم در اقیانوس آرام بود. فرمانده آمریکایی و افسرانش تقریباً از تمام طبقات جامعه آمریکا تبریکات صمیمانه‌ای دریافت کردند. این اولین شکست قاطعی بود که ژاپنی‌ها در مدت 350 سال متحمل می‌شدند. ژاپن حدود 5000 سرباز، 4 فروند ناو هواپیمابر، چندین کشتی دیگر و 322 فروند هواپیما را از دست داد. خسارات آمریکا بسیار کمتر، شامل 307 سرباز، 1 ناو هواپیمابر به نام یورکتاون و 147 فروند هواپیما بود. با این حال پیروزی قطعی آمریکا بیش از این خسارات سنگین به دشمن ضربه وارد کرد. ژاپنی‌ها که برای حمله به استرالیا، نیوزیلند و دیگر اهداف کلیدی در منطقه اقیانوس آرام نقشه کشیده بودند، مجبور شدند آن را لغو کنند و نیروهایشان را در منطقه اقیانوس آرام دوباره جابجا نمایند. علاوه بر این، شکست ناوگان دریایی ژاپن تمام تهدیدهای متوجه سواحل غربی آمریکا را پایان بخشید و ژاپن را تا پایان جنگ در حالتی دفاعی قرار داد. بمباران کامل. یکی از کارآمدترین تاکتیک هایی که متفقین در جنگ جهانی دوم به کار بردند، بمباران کامل بود که در آن اسکادران عظیمی از بمب افکنها بر فراز شهری پرواز می‌کردند و بر آن باران بمب می‌ریختند. مثلا در تابستان 1943 متفقین در حمله‌ای 3/4 شهر آلمانی هامبورگ را ویران کردند. یوزف گوبلز از سران نازی در این قطعه گزیده از خاطراتش به نقل از کتاب ویلیام شایرر به نام ظهور و سقوط رایش سوم گوشه هایی از این رویداد را توصیف می کند. 26 ژوئیه دیشب حمله سنگینی به هامبورگ، عواقب وخیمی هم برای غیر نظامیان و هم تولید تسلیحات. 29 ژوئیه دیشب باز حمله سنگینی به هامبورگ داشتیم. با 800 تا 1000 بمب افکن متفقین، فاجعه‌ای تکان دهنده تر از آنچه بتوان تصور کرد. این شهر 1 میلیونی به طرزی بی سابقه ویران شد. ما با مشکلاتی مواجهیم که حلشان تقریباً غیر ممکن است. برای این جمعیت باید غذا فراهم کنیم. سرپناهشان باید امن باشد. باید تا جای ممکن این مردم را از خطر دور کرد. حدود 800,000 نفر بی خانمان در خیابانها پرسه میزنند و نمیدانند چه کار کنند. کتاب اول.